16 ایول اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه حافظ شیرازی ناحیه سینوی پایتخت بنای طربخانه بهار فرل را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات معاصر خدمترسانی و سیاحی مطابق دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه از جانب صاحبکار وطنی راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار سید محی‌الدین سیفوف بنیاد شده است. یادآور می‌شویم که 10 نوامبر سال 2022 پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح حوزه ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار در موضع آلوچه‌دره دهات رامت شهر وحدت دستور داده بودند که با استفاده از این امکان در پایتخت کشور نقطه‌های فروش گلماهی و خوراک‌های از آن آماده شده را تأسیس دهند. اول من می‌خواستم منتداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نسبت دستگیری صاحبکاری رشد دادن آن در مقیاس جمهوری بیان کنم. این طربخانه که امروز افتتاح گردید یکی از نشانه‌های دستگیری صاحبکاری میباشد که یک گوشه شهر یک گوشه وطن عزیزمان با گلستان بدل گشت. در این طربخانه که امروز ما افتتاح کردیم با تمام تجهیزات‌های معاصر زمانوی بهر خدمت رسانیدن با مهمانان داخلی و خارجی سیاحان و معرفی مهمان نوازی تاجیکانه آماده می باشد. ما مطمئنیم که هر نمود مهمانی که بیاد خدمت رسانیده می توانیم. در این طربخانه که امروز افتتاح گردید اصلا از ماهی خوراک تیار کرده می شود که ماهی ها در خواجگی جمعیت در شهر وحدت پرورش کرده می شوند. با کلکتیو کارگران با فرزندان اقدام گرفتیم که در آینده بهر خوبتر و خدمت آماده شدن بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سال استقلال سعی و تلاش داریم. کارهای ساختمانی و بنیادی در این انشاءات خدمترسانی و سیاحی با جلب متخصصان محلی در مهلت کوتاه با رعایت صنعت خاص معماری ملی و معاصر با صفت بلند به انجام رسانده شده است. بنای طربخانه بهار فرل از تاخانه وسیع و شونه عبارت بوده دارای 3 تالار کلان، اجراهای علاهیده اویلوی، نقطه فروش ماهی و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. مساحت عمومی انشاءات نزدیک 1 هکتار بوده با افتتاح آن زیاده از 100 جای کاری مهیا گردیده است. در طربخانه امکان است که در یک وقت به زیاده از 500 نفر خدمت رسانیده شود. خوراک ها از ماهی در این طربخانه از طرف آشپزان ماهر آماده می گردد. در طربخانه همچنین دیگر نوعهای خوراک‌های ملی و اروپایی با طعم و لذت خاص تیار و پیشنهاد میزبان می گردد و به تاکید مسئولان تنها از ماهی نزدیک 20 نوع خوراک و در عموم 100 نوع غذا و خورش‌ها آماده کرده می شود. منتداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می‌رسانم. زیرا محض با دستگیری‌های ایشان امروز در پایتخت مملکت با اقدام صاحبکار وطنی سید محی‌الدین سیفوف چنین یک طربخانه زمانه‌ای ساخته به استفاده داده شد و ما یک گروه جوانان به جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدیم. با استفاده از شرایط معاصر ما کوشش می‌نماییم که خدمت رسانی خوب فرهنگ بلند مهمان نوازی تاجیکانه را به مهمانان و سیاحان معرفی نماییم. در نقطه فروش طربخانه ماهی زنده، دودپز، تخم ماهی، گوشت پرنده استحصال خودی و چاروا به فروش برآورده شده است. تاکید گردید که تاجیکستان با طبیعت بهشت‌آسای کوهسار، ترمه و پریخ‌ها و رودهای شوخ سرداب امکان دارد که از جهت استحصال و صادرات گلماهی در جهان در جای اول قرار داشته باشد. طور اطلاع داده شد فعلا اقتدار استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار در یک سال 200 تن گلماهی بوده. در 2 سال آینده در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت این نشان داد تا به 1000 تن رسانده خواهد شد. در نقطه فروش طربخانه تمام محصولات از استحصال وطنی میباشند. ماهی‌هایی که در اینجا به فروش گذاشته شدند در حوزه‌های ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدود بهار شهر وحدت پرورش کرده میشوند. میزبان و مهمانان و سیاحان میتوانند برابر استفاده از خوراک‌های آماده در این طربخانه همزمان ماهی‌های زنده، تخم گلماهی و دیگر محصولات گوشتی را از اینجا خریداری نمایند. ما کارمندان جمعیت در اساس دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استفاده از امکانات طبیعی کشور عزیزمان
کوشش می‌نماییم که استحصال گل‌ماهی را سال از سال زیاد نماییم. نقشه داریم که در 2 سال آینده استحصال گل‌ماهی را از 200 تن سالانه تا به 1000 تن رسانیم. سرور دولت محترم امام علی رحمان اثنای شناسایی با شرایط فراهم گردیده در طربخانه تازه بنیاد و مسئولان جهتی در سطح بلند برای ماندن خدمترسانی به مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی و معرفی فرهنگ بلند مهمان نوازی تاجیکانه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. اطراف انشاءات با اسلوب خاص گلکاری و سبزکاری شده در صحن آن 3 فواره بنیاد شده است. همچنین برای واسطه های نقلیات میزاجان با 140 جای توقفگاه موجود می باشد. شبانه روشنایی بینای طربخانه به حسن این موضع زیبایی خاص ضم می نماید. راهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار آینده نقشه دارند که در زمینه شرایط خوب صاحبکاری در کشور باز 2 عدد چنین طربخانه های زمانوی را در شهر دوشنبه ساخته به استفاده دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اقدام راهبریت و کارمندان جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار را در سمت رشد ساحه ماهی‌پروری، سیاحی و تأسیس جایهای نوی کاری نمونه ارزیابی کرده به مسئولان دخلدار برای دستگیری همه‌جانبه از این گونه تشبس‌های سازنده دستور و سپارش‌های مشخص دادند.